همه حیوانات با هم برابرند، اما بعضیا برابرترند. کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول یک رمان تمثیلی و سیاسی است که در سال 1945 منتشر شد. داستان در یک مزرعه اتفاق می‌افتد که حیوانات به رهبری دو خوک علیه صاحب انسان خود شورش می‌کنند و کنترل مزرعه را در دست می‌گیرند. آنها قوانین جدیدی را وضع می‌کنند و مزرعه را به عنوان یک جامعه برابر بنا می‌نهند. اما به مرور خوک‌ها قدرت را در دست می‌گیرند و با فریب و خشونت همان ظلمی را که علیه آن انقلاب کرده بودند دوباره برقرار می‌کنند. در نهایت حیوانات متوجه می‌شوند که خوک‌ها درست مانند انسان‌ها شدند. اگر از این سفر کتابی لذت بردید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید تا هر هفته داستان تازه‌ای از با ما بود به دنیاتون اضافه بشه.